20 دقیقه از وقت تو بهم بده که تفاوت کشیدن یک لب حرفه‌ای با یک لب آماتور رو تو این ویدیو بهت نشون بدم. سلام، من سعید هستم، به کانال من خوش اومدید. قراره تو این ویدیو ما با هم دیگه زیر و بم ها و قلق های کشیدن یک لب حرفه‌ای رو یاد بگیریم. البته توی تکنیک طراحی با مداد. لب حرفه‌ای و لب آماتور. با اول کاغذ رو به دو قسمت تقسیم کنیم که هر دو تا کنار هم قرار بگیرن. یه خط افقی بکشیم که لب‌ها روی این خط مستقر بشن و حالا از لب آماتور شروع میکنیم. میبینی که با چند تا خط معمولا ما به اشتباه اینجوری لب رو میکشیم، در حالی که بهتر اول یه زوزنقه بکشی که لب بالاش از لب پایینش یه مقداری سطح مقطعش باریکتر باشه، کوچیکتر باشه و لب پایین پهن‌تر. و میایم سراغ خط وسط لب که ما به صورت یه خط نمیکشیم، به صورت یک موج میکشیمش که در واقع فرو رفتگی ها و برآمدگی هایی داره. لب بالا هم که معمولا اون وسطش یه فرو رفتگی داره و لب پایین هم که دیگه ساده میتونیم به هم وصل کنیم. بعدش میایم خطوط اضافی رو پاک میکنیم و دیگه الان اینجا ما میتونیم بگیم که یه لب خوب و سالم داریم در طراحی ابتدایی. حالا بریم سراغ سایه زنیش. ما معمولا سایه لب رو به اشتباه میایم و حالا من یه کمی اغراق شده دارم میکشم و میدونم که همه اینجوری لب نمیکش، سایه نمیزنن، ولی حجم سازی براش نمیکنیم و بعد میایم با انگشت میخوایم مثلا ایراداتش رو رفع کنیم، در حالی که این اشتباهه. درستش چیه؟ درستش اینه که ما بیایم حجم سازی بکنیم. حجم سازی رو باید اول یاد بگیریم. حجم سازی یعنی چی؟ اول از همه اون قسمتایی که علامت زدم رو خالی بذار که اونجاها نشانه برآمده بودن لبه. اما این قسمت، الان به اینجا دقت کن، اگه لب رو به صورت نیمرخ تصور بکنیم، اینجایی که الان میخوایم سایه بزنیم در واقع میشه زیر لب بالا، یعنی همین جایی که برات فلش کشیدم. این قسمت چون فرو رفته است سایه بیشتری به خودش میگیره، بنابراین ما این قسمت رو باید بیشتر از جاهای دیگه سایه بزنیم و جهت کشیدن سایه هامون هم بهتره توی لب به اینجوری باشه، اینجوری که فلش براتون کشیدم. یعنی در واقع حجم لب رو توی سایه لحاظ میکنیم. معمولا هم به سمت بالا و پایین سایه بزنیم بهتره توی لب، چون که خطوط لب در واقع توی این جهت هستن دیگه و توی طراحی ما چون خطوط لب یه مقدار باقی میمونن بهتره که سایه هام رو اینوری، ولی الزامی هم نیست که حتما بگم اینوری سایه بزنید، بهتره که رو به بالا و پایین باشه. اون قسمت های بالای اون دایره هایی که مشخص کردم هم تیره میکنیم، اونجا هم باز تیرگی بیشتری داره. دور تا دور دایره ها رو سایه میزنیم، به خصوص اون خطی که اول بهتون گفتم. حالا خط وسط لب رو یه ذره پررنگ تر بکنیم، چون سایه لب بالا میفته رو لب پایین بالاخره دیگه. این جایی که دارم تیره میکنم در واقع میشه اینجا وسط لب. توی حالت نیمرخ مثلا اینو میشه بهتر توضیح داد. بعدش که سایه زدی و انگار که سایه لب بالا افتاد رو لب پایین، میایم سراغ سایه لب پایین که باز فلش ها رو دقت کن که باید در چه جهتی سایه بزنی. حواست باشه که عمودی نیای پایین، باید قوسدار سایه بزنی. سایه‌ای که میزنی قوس جهت هایی که برات کشیدم رو باید توی سایت لحاظ بکنی. بعد همه رو سایه میزنی دور تا دور. من رو دور تون گذاشتم که خیلی وقتتون گرفته نشه. ولی حالا که دیگه سایه زدیم میتونیم برای پر کردن تیرگی حالا هر جهتی که خواستیم سایه رو بزنیم، فقط باید خطوط اولیه تو اون جهت معلوم باشه. حالا خطوطی که کشیدم اول رو به عنوان دایره های برآمده لب، اونجاها رو یه ذره پاک کردم چون که پر رنگ کشیده بودمش و ادامه میدیم به سایه پردازی. خط وسط لب رو تا جایی که میشه من پر رنگ تر میکنم. حالا نکته‌ای که هست اینه که ما برای کشیدن لب فقط خود لب رو نمیکشیم، اطراف لب هم به لب هویت میدن. اشتباهی که ما میکنیم توی کشیدن لب اینه که با اطرافش کاری نداریم، اطرافش هم باید سایه بزنی. مثلا قسمت فرو رفتگی پشت لب رو دقت کن، یه فاصله میدی بهش، یعنی یه فاصله این سایه پشت لب با خود لب داره. خب
یه فاصله خیلی باریکی که حالا بعدا بهتون میگم چرا. و اون قسمت برآمدگی لبه، هم از زیر هم از بالا هم از دور. کلن من یه ذره این خطوط اضافی اطرافم پاک کنم. کلن یه فاصله باید وجود داشته باشه که ما بتونیم سایه های صورت رو روی اطراف لب نشون بدیم. من کل کارم با مداد اتود 5 میکشم، ولی الان میخوام از محو کنم استفاده کنم. وسیله‌ای که الان میتونه به کار ما بیاد برای اینکه کار ما رو یه درجه واقعی تر کنه، یه درجه صاف تر بکنه، محو کنه. این محو کنه باریکه که نرمم هست، خیلی سفت نباشه. محو کنه میتونی خطوط رو یه ذره محو کنی که جلوه طبیعی تری بگیره. فعلا هنوز هم با اون قسمت های برآمده‌ای که اول علامت زدم کاری نداریم، ولی دقت کن که زیر لب رو خیلی تیره نمی کنم، فقط اون قسمت هایی که از قبل خیلی تیره کردیم رو اونجاها رو میام محو میکنم. حالا میرسیم به برآمدگی‌هایی که اول نشون دادیم. یه سری خط میندازیم توی لب. ما خب لب خط داره دیگه، یعنی خطوط لب همیشه معلومن. توی اون قسمتایی که از اول سفید نگه داشتیم چند تا خط لب رو همینجوری خطوط رو میندازیم، هم بالا هم پایین. اون رو سایه نمیزنیم، به صورت خط توش میکشیم. و لبه های مثلا اونجوری که پاک کردم یه ذره خطش زیادی تیره شده بود. سعی میکنم فاصله بین سایه پشت لب با لب رو خطش رو حفظ کنم. کم کم سایه بزنیم، اطراف لب هم همینطور. و بین سایه های بغل، یعنی پشت لب رو دیدی، سایه چپ و راستش با اون وسط فرو رفتگی وسطش هم باز یه فاصله‌ای حفظ میشه. گوشه های لبم خب باید سایه هاش بیشتر از جاهای دیگه باشه، چون فرو رفتگی داره اینجاها. میبینی که چپ و راست رو من بیشتر سایه میزنم. اگه همزمان مداد و دفتر جلوی دستت باشه با هم کار کنی، قشنگ فوتوفندش رو یاد میگیری. اینجا رو بیشتر میبینی یه فاصله بین فرو رفتگی پشت لب و چپ و راستش حفظ کردم، یه فاصله خیلی باریک. اینجاها رو یه ذره کم رنگ بکنم، به نظرم زیادی پر رنگ شده. گوشه سمت راست لب هم در واقع همون درجه بیشتر تیرگی رو لحاظ میکنیم، هم سمت راست هم سمت چپ. حالا دوباره من بیام سایه ها رو تمدید کنم، یه مقداری باز تیرگی ها رو توی جاهایی که لازمه بیشتر میکنم. وسط لب، اون قسمتی که اول نشونتون دادم، فرو رفتگی زیر لب بالا، و سایه های بالا و پایین رو به هم دیگه متصل میکنم. دقیقا روی این خطی که دارم حرکت میکنم، ببینیم زیرش هم انقدر تیره نمیشه ها، یعنی خط در واقع لب بالا خب که متصل شده به لب پایین، یه حاله سفید اگه دقت بکنی وجود داره. اونو باید حفظ کنی. و سایه ها رو کم کم به سمت پایین و بالا به همدیگه وصل میکنیم. میبینی در حال اتصال سایه ها با هم دیگه. یه فاصله هم بین لب پایین باز با سایه زیر چانه وجود داره، برای سایه بالای چانه حساب میشه. همینی که الان پاک کردم، این هم یه فاصله که باید حفظش کنی.
البته خب بر اساس مدلی که کار بکنیم متفاوت میشه. من اینو دارم به طور کلی میگم، یعنی میتونی به طور کلی اینا رو تو لب رعایت کنی. یه سری خطوط همون زیر لب انداختم که طبیعی تر بشه. و حالا یه سری جزئیات، مثلا همون خط حاله که بهتون گفتم که بهش میگن در واقع رفلکت لایت. حالا کسایی که فیلم گوی رو دیدن قبلا میدونن رفلکت لایت یعنی چی. من یه انگشت اینجا بکشم که سایه ها یه دست‌تر بشه. انگشت کشیدن کمک میکنه به یک دست شدن. نوک مداد رو که شکست، دید چیکار کردم؟ نیومدم مستقیم بیارمش رو کاغذ. اول اون بالا یه ذره تیزیشو گرفتم، بعد آوردمش، چون اون نوک تیزش باعث میشه که سایه ها خط بندازه و تو وقتی سطحش رو صاف بکنی سایه ها دیگه خط نمیندازه و یک دست تر میشه. کمی سایه های اینجا هم ادامه بدیم دیگه. ریزه کاری هن اینا، یعنی واقعا توضیح خاصی نداره. ریزه کاری هایی که مثلا به چشم نقاش میاد، جاهایی که باید یه ذره، مثلا اینجا رو یه ذره روشن‌تر کردم که برآمدگیش بهتر نشون داده بشه. اینجایی که اول بود دایره کشیدیم، الان من یه خورده حس میکنم با پاکن خمیری باید اون لبه های بالا و اون دایره هایی که اول کشیدیم رو کمی بهتر نشون بدم. همین حالا هم بچه‌ها میشه گفت کار طراحی ما تکمیله، ولی من میخوام خیلی واقعی تر بشه، طبیعی تر و جذاب تر بشه و خب یه کار معمولی نباشه. وگرنه شما به هر کسی هم این لب رو نشون بدیم میگه الان دیگه تکمیله و طراحیش کامل شده. ولی میخوام یه مقداری باز توی چند مرحله روش کار بکنم که طبیعی تر جلوه کنه. سایه اینجا رو کمی بیشتر کنیم. پس مفهوم حجم سازی رو شما الان توی این لب یاد گرفتین. حجم سازی یعنی ایجاد درجات تیرگی مختلف در یک ناحیه. وقتی تو درجات تیرگی مختلفی رو وارد بکنیم، الان ما محو کن نگاه کن، اونجا هم صافتر که اون رفلکت لایت بود که بهتون گفتم، اون حاله روشنه زیر لب بالا، اونجا رو با محو کن یه ذره محو کردم که طبیعی تر بشه. وقتی شما حجم بسازی، وقتی برآمدگی ها و فرو رفتگی ها رو لحاظ بکنی و برآمدگی و فرو رفتگی ها رو چجوری لحاظ میکنی؟ با ایجاد درجات تیرگی متنوع. الان توی همین لبه بالا دقت کن، چندین درجه تیرگی وجود داره. تیره ترینش اون خط اولی است که نشونتون دادم زیر لبه بالا و بقیهش دیگه میشه تابعی از این تیرگی، حالا بجز خط وسط لب که سیاهی مطلقه، منظورم از لحاظ سایه است. هایلایت روی لب پایینم یه ذره روشن‌تر کردم و یه مقدار این پایینم به نظرم سایه بخوره خوبه. دوباره من نوک مداد تیز بود، تیزیشو گرفتم، یه ذره اینجا هم سایه بزنیم ببینیم چی میشه. اگه خوب بود ادامه میدیم. وقتی شما دور لب رو سایه میزنی، هویت کارت بهتر میشه و جلوه بهتری پیدا میکنه. خب طراحی ما تا اینجا تکمیل شده، حجم کارم در اومده و برای تکنیک طراحی قابل قبوله. ولی از اینجا به بعد من میخوام یه مقداری کار رو طبیعی تر در بیارم. یعنی اگه بخوایم یه پله کار طبیعی تر بشه، باید این کار رو انجام بدیم. خب دقت کن که کار تکمیل شده همونطور که بهتون گفتم. حالا من میخوام یه کاری بکنم که کارمون از اینم طبیعی تر بشه. از قلمو استفاده کنیم. توی طراحی معمولا از قلمو استفاده نمیشه، ولی خب من امتحانی دوست دارم که کار رو طبیعی تر بکنیم. بهتونم میگم که چی کار باید بکنیم. کل کار رو با قلموی نرم میکشیم که یه حاله خاکستری کل کار رو بگیره. خب یعنی حتی قسمتایی که سفید بودن از قبل. حالا با یه مداد پررنگتر، مثلا مداد B4 این، خب بیا اون قسمتایی که قبلا تیره کرده بودی رو دوباره تمدید کن.
به 4 به 6 با هر کدوم بخوای میشه که کنتراست ما بالاتر بره. نگاه کن قشنگ درجه تیرگیش میبینی از مداد اتوده واقعا بیشتره و این باعث میشه کنتراست بالاتر بشه، کار جلوه طبیعی تر و جذاب تری بگیره، خطوط لب رو میندازیم و حالا با پاکن برقی بیایم سفیدی و هایلایت های روی لب رو بندازیم. ببین چقدر جلوه جذاب تری میگیره. ما تو سیاه قلم معمولا از پاکن برقی استفاده میکنیم، تو طراحی نمیکنیم، ولی خب من امتحانی دوست دارم که تو این ویدیو برای اینکه کارمون جلوه جذاب تری بگیره استفاده کنیم. ولی لازمش چی بود؟ استفاده از قلمو بود. یعنی ما اومدیم با یه قلموی نرم تیرگی ها رو پخش کردیم، پراکنده کردیم و این یک دستی تیرگی باعث میشه این سفیدی بیشتر به چشم میاد. حالا رو حالت قبلی اگه اینو سفید میکردی با پاکن اصلا به چشم نمیومد، ولی الان دیگه به چشم میاد. حالا که هایلایت رو در واقع یعنی نورهای اصلی رو با پاکن برقی انداختیم، میتونیم با پاکن خمیری یه ذره اطرافش رو نزدیک بکنیم به سفیدی پاکن برقی. دیدید که انجام دادم. و یه سری در واقع تیرگی ها هم که کم رنگ شده به واسطه قلمو دوباره میایم و تیره میکنیم که یه سری خطوط لب هم معلوم بشه، یعنی لب صاف نشه. نگاه کن خط میندازم توش. به این صورت لب وقتی صاف بشه حالت طبیعی نداره، لب خط داره. هم کنتراست رو بردم بالا، هم خطوطش رو انداختم. دوباره با قلمو بکشم کمی یک دست‌تر بشه ولی خطوطش محو نمیشه. حالا با پاکن برقی اون بالا، لب بالا، پشت لب بالا رو که یه هایلایت داره میتونه داشته باشه رو میندازم و میبینی که چقدرم میشینه رو اون قسمت. یعنی قشنگ انگار که جاش خالی بود. یه نوری انگار از روبرو و بالا تابیده و پشت لب رو و روی لب پایین رو روشن کرده. ولی همونطور که میبینی به لب بالا خیلی برخورد نمیکنه، چون زاویهش در واقع نور رو منعکس نمیکنه. یه سری ریزه‌کاری ها روش انجام بدیم. دوباره با قلمو دور اطرافش رو یه ذره محو میکنم دیگه. اینا میبینید اینا فوتای کوزه‌گریه، خیلی ریزه و شما تا همینجا کارتون تمومه. تا همینجا یعنی تو دقیقه 18 دیگه میشه گفت کار شما تمومه اگه بخواین پا به پای من پیش برین. ولی اگه یه سری ریزه‌کاری ها به چشمتون بیاد که بعد از یه سری تجارب تو نقاشی حاصل میشه، انجام میدین و تغییرات رو ایجاد میکنه. مثل همین من الان دارم چی کار میکنم، خیلی نمیشه توضیح داد. کمی با پاکن دارم مثلا به چشمم میاد که پشت لب سفیدیش پهن‌تر بشه، ولی خیلی هم نباید سفید بشه که اون رد پاکن برقی بی اعتبار نشه. خب زیر لب پایینم یه ذره من سفیدتر بکنم با پاکن، مثلا این قسمت رو اینجا هم سایش رو پهن‌تر کنیم. دوباره سفیدیش رو تمدید و یه چند تا خط هم میتونیم توش بندازیم که جلوه طبیعی تری بگیره. سایه اینجا هم یه ذره بیشتر، دوباره نوک شکست. یه چند تا خط سفیدم این بالا بندازیم، اما باید با پاکن خاموش بندازی. پاکن رو روشن نمی کنیم اینجا. با پاکن خاموش کار میکنم که خیلی سفید نشه. میبینی چقدر تاثیر داشتون چند تا خط سفید.
دوباره ریزه‌کاری. خب حالا به سایه‌های اطراف لب بپردازیم. من اینو یه ذره ادامه بدم به این سمت، ولی حس میکنم حالا یه ایرادایی داره سایه لب پایینش، یعنی زیر لب پایینش. به نظرم میاد که باید یه جاهاییشو پاک کنم. حالا بهتون میگم. مثلا اینجا رو دقت کن، اینجا نباید انقدی سفید، انقدی تیره باشه. اینجا یه ذره باید تیرگیشو کم کنیم. من از رو مدل دارم میکشم، ولی برای شما مدل رو نمیذارم که شما پا به پای من پیش برین. البته مدلم یه الگوه، نه اینکه خیلی شبیهش کار کنم. سعی میکنم فقط الگو برداری کنم از مدل. اینم یه جور طراحیه دیگه. تو سعی میکنی به جای تقلید و کپی از مدل الگو برداری کنی که فقط حجم‌ها رو بتونیم توش خوب نشون بدیم. لبه های مثلا لبه پایینم یه ذره محو کنیم با پاکن. اینجا هم کمی تیره تر. هرچی یه ساعت دیگه هم میتونم روش کار کنم. هرچی کار کنی خوشگل‌تر و طبیعی تر میشه. اینجا هم من تیرگی رو بیشتر کنم. اگه دوست داشتین این کارتون رو برام بفرستین. آیدی کانال تلگرامم رو توی کپشن گذاشتم، از اون طریق میتونین پیوی منم پیدا کنین توی تلگرام. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.